کلش برنامه چی علالی نیست یا پیش از پدر پیش از مادر است. خب خانه باز کجا است؟ خانه کوتل شریف. هتل شریف. بسیار خوب. مزار شریف شنیده بودیم، کابل شریف شنیده بودیم، هتل شریف نشنیده بودیم. خونه کسایی که این برادر نمیره مرده داره، از روی مجبوریت توانمندی اکاسانان نداره که دمی جنوان میکرد یا میره خودروسی مرده داره، دفاتیاش هم نرفته. حسن میزنم. دلیلش پرسون نمیکنی چرا؟ کسایی میدادن. خب میگم دال پرسون نکردی که چرا میکارم میکنن؟ میدادن. باولی دی وی. ولی میادم میخوام کلم تیگه ولی. تیگه ولی. نوزا. تو کجی دی ولی؟ ولی. دیگه ولی. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه شما دوستا و عزیزای چینل دیدار وطن. امید دارم که امروز هم به خوبی و خوشی سفری کرده باشید. دوستای عزیز این بار و امروز آمدیم در منطقه بگم براتون در منطقه سرای شمالی آمدیم. امروز کسایی که در خارج از وطن هستند اونا حتما به این ساحه آمدن، سر و صدا و پرجم و جوش و همو ارج و مرجی که در اینجا هست، همو منظوم از ارج و مرج، همی ازدحام و بیبارک از اینجا. نام خدا خیلی یک بازار بزرگ است. اینجا تمام هر آن چیزی که شما ضرورت داشته باشین در این منطقه پیدا میشه، از میوه ترکاری گرفته تا به میوه خشک و تا به لباس و تمام چیزا. خود دوستان عزیز امروز برنامه را از بخیر شروع میکنیم و فراموشتان نشه شما صفحه خودتان صفحه دیدار وطن را لایک بکنین، سابسکرایب بکنین و همراه با دوستانتون را شریک بکنین. خب با ما باشین بریم بخیر گفت شروع با دوستا، کسبکارا و کسایی که در اینجا فعالیت میکنن، کار میکنن، غریبی میکنن، ما را تعقیب بکنین. برنامه خود شروع میکنیم. دیگه دوستای اینجا کس بازار ترکاری است، بازار ترکاری شلغم است، کچالوی نمی چیزایی که اولاد غریب اولاد کاریگر میخوره روش جان میکنه در این منطقه است. دیگه خود ما همراه برادر یک گفتشون شروع میکنیم. دیگه بخیر. سلام علیکم. علیکم سلام. خوب است آقایان؟ خیریتی؟ صحتت خوب است؟ شکر بدوی. نامه که شریفت؟ اجمل. اجمل جان چه حال احوال؟ خیر دارامی. دایی بری بارک دایی ازدحام چطور خودت بیکار استادستی؟ بیکار دیگه مالا را دال جور کردن هستیم که دیگر از خرید فروش دیگه شروع میشه. بسیار خوب. چطور است نرخ و نوای ترکاری باب؟ خوب است. خوب است. کچالو سیر چند است؟ کچالی 120 110. کچالی کجا است؟ کچالی وطنی جلال آباد. جلال آباد. نه دوستا بشک والا من تا خبر نداشتم جلال آباد کچالو داره. داره وطن ما پیشرفت کرده. بشک والا. کچالی بامیانی چطور خدای بیخی نام داره؟ بامیانی نام داره فعلا نیست. چه وقت میای بخری در بازار؟ نه دیگه این که خلاص شد بگم نه. این اصلا چه خبر خوب نه یک پروسه داره. از این ولایت ما خلاص شد، از گولت شروع میشه، از گولت خلاص شد دیگه چیز ما شروع میشه مترسنی. بخیر پیشرفت کرده. بخیر. شلغم چه قسم است شلغم؟ شلغم سیر 50 رو بس. دیگه چی میگن دوای زمستان میگن؟ دیگه ملم سینه است. ملم سینه. اینا دوستان ملم سینه. ملم سینه سیر چنده؟ این دیگه سیر 50 رو به من. 40 میخره 50 مفروشه. بیشک والا
اینا دوستا ارزیام که تر والا هر سون یک سیرش 50 روپه. مزه نداره فایده داره. آفرین. والا همین شکلش پخته کنی خوب مزه هم داره اما تو نیست نر میکنه نی مثلا پاس می پیش از مرجان دیگه کدام مرزار مثلا تور میته سلام علیکم کلاسیکی کار یا دیگه گپ نیست آلبو که بابا مو بیادر خب بازی رسیده چند میبینید نجم که قدر ارزان میفروشین سر 40 روپه میخره 50 میفروشه. و بالو دهقان بیچاره که یک ساعت چقدر وقت سر از زحمت میکشه آخر یک سیر رسیده آره به زحمت شم نمیارده با سر 150 و 40 باشه. نه دیگه مزاق کردن دوستا حالا که نشتی بگردنی و ما یکش نمیکنیم کش کنین خانهتان آباد زنده و سلامت باشید شما هستید که شکمای مردم اسیر میکنید کش کنن که پیشرفت کنه وطن. بله هرچی کشت کار زیاد چه همه که مردم آرام بشه دیگه. طبعا باز چطور است در روز آیت ماه چه قسم است خوب است خدا را شکر میشه 500 600 400 700 میشه خدا را شکر میشه شکر زندگی پیش میره. بله خب زنده باشید مجال قند بخیر باش وقت نمیگیرم سلامت باشی همچنان بخیر باشی اینا دوستا در وطن ما شما چقدر چیزای ارزان دارین در اروپا باور که یک کیلویش بر شما شاید $5 و $6 براتون به تموج یک سیرش 50 افغانی است خب آقای خان سلام علیکم و علیکم السلام جون بخیر شکر خدا مردم فیروزه نوا دست میندازه تو در گردن انداختی حالا چی کنیم دیگه شوق مادم گردن انداختی خب بشک این یک کدام سری حساب داره بگو ما هم بفهمم نه اما تو دیگه با شوق ما انداختی مرکز شوقش دیگه آفرین ما گفتم ما کدام گپ داره اگه گپ سری حساب داره من نمیفهمم اما تو شوق کی در گردن ما بچه شوقی سی دیگه جون شکر نامکت رامز جان چطور بازار کلا خوبه خدا را شکر خوبه ام یک گپ ما نفهمیدیم رامز جان دمی بهار تابستان خزان زمستان دمی 4 فصل بعد ما شما کلا را داریم داریم دیگه میاد دیگه تو پاکستان آمده میره دیگه همیشه ما فروخته میریم دیگه بسیار خوب قیمت ازی چه وقت بالا میره و قیمتش وقت پایین میره از این وقت دیگه زمستان قیمت شده میره دیگه قیمت میشه زمستان قیمت شده میره دبار ارزان است دبار دیگه ارزانه خب این به شکل خام فکر کنم یعنی دیگه خام میاد دیگه پخته میشه دیگه مواد زده میشه دیگه کاربن میگن کاربید نه کاربید مشتور در مارکت میزنه 50 روپه بیا در کلا میخری بیا خوب هستی جور هستی صحتت خوب است شکر نامکت امیر جان کلا میخری برای ما خب تمام بر خود یا بر ما میخری خودت هم میگی دیگه خب ما بگیرم خب چند درجن بگیرم من درجن چند دسته باشه 40 روپه برای به شما 40 هر چقدر میخوری بخور اول بر خود بگی باز ما میگه شریک خواهد شده من صحیح است خودت یک کار میکنی یا چه قسم نه کار نمیکنم اما تو بیکار هستی گذری آمدی در جان کلا شرکت کرد میمان داریم ما بیشک والا کی هستی میمان خوش قدم والا است یک مسافر آمده از کجا آمده از ایران آمده از ایران نه دوستا مسافری هم میکشن اینجا دوستای ما دیگه میماندار هستند دیگه مثل خود خیلی کسای دیگه هم چیت میشه با چه کاری هستم دیگه چی میگن دیپورتش کرد یا خودش آمد دیپورتش کرد غیر قانونی بود حتما خب بیا دیگه خیر باشه با امید روزه که دیگه دوستای ما دیگه مهاجرت بس کنن در وطن خود کار اشتغالزایی زیاد شه بخیر بخیر بیان در وطن خود کار بکنن روزه بخیر دکان لالای ما رو یک دکان خیلی کلانه یک میوه فروشی خیلی هم بزرگ داشته باشه بخیر باشی وقت خوش سلامت باشی موشک جان بخیر باشی خب دوستا اونا برتون گفت دیگه در زمستان که میشه قیمته کمک بلند میره بالا میره خب ما بیایم همین طرف کامتان شیرین کنیم دوستا با چی با گار کام شما را شیرین میکنیم سلام علیکم و علیکم السلام بخیر خوب است ان شاء الله خوب است صحت خوب است خوب است زنده باشی چطور یا سرایش بسته که نمیفروشی فارسی سی نمیفهمید پختو خبره که زداری وای متا پختو سمده صحیح یا میفروشی یا نه سرایش بسته کردی فارسی نمیفهمیدیم بخی والا پختو زم میدن نداخه وانا شو که خمد خیب است وای تا طول سرون بسته دی لکای کنم بیا دوا یه خدا خراب دیگی بیک لکای داره کوم یا ګور دیر شدی کوم یا خو ګور به انده ګور وطن ګور
دا نرمدی درونی اما هغه ګور چې نرم وي ډېره ښایسته وي که نه خوندور وي او دا شکري ده نه دا بوریږه دا اوس کلکه دا بوریږه دا چې جراباتي جراباتي ده خپل وطنۍ ده خپل وطنۍ ده کامي ګوډه ده کیلو په څو ده کیلو موږ لا کیلو هغه روپۍ راځي 80 روپۍ موږ به خرڅو 100 روپۍ خرڅو بس بشک والا ډېر ښه فرق یې که نه قیمتونه یو دي قیمتونه یو دي ټول یو رقم پیدا ډېر ښه سلامت بخیر اوسې وروره سلامت اوسې بله چینل یوتیوب است در تلویزیون شما میتونه کار میکنی اینجا یا چه قسم آمدی خریداری؟ نه کارگر هستیم کارگر مانده نباشی خیر نباشی امروز بودی در کاروبار؟ چطور گذشت امروز؟ برای خوب میگذره مجبور هستیم دیگه مجبوری خوب میگذره در مجبوری خوب میگذره اگر کی خوش هست که به قد حساب تاکه کارگری نابخته نمانه شکر میکنم بله امی روسی حلال که به اسم دوستا خودش عبادت است نه؟ آفرین شما الحمدلله مسلمان هستین و در احادیث آمده میگه که روسی حلال پیدا میکنه خودش عبادت است بله دیگه شما عبادت کردین نتیجه شما ثمره شما حتما گرفتین ان شاء الله گرفتین ان شاء الله خب بسیار خوب خریداری کردین نام خدا یک بوچی اپر خریداری نکردم شرکت از شرکت ببریم یک سال پاش تا میتیم ولی والا مچقه خوش گفتم نام خدا بای کار کرده باشید بوچی را یه بوچی سوازم داره خیلی گرانگه خب بسیار خوب ما والا خوش شدم گفتم خیلی نام خدا بوچی را پر کردی کدام کار ما بیایم امروز نه تو کار نمیتونی ایده کمی دست کار نمیتونی ایده کام والا کسی از خواره لاغر من نبی بیادر کوی جواب هستی یه پیش نمیتونی یه پیش کنه سبو کار من گرایی باشه وارد شدی نه خانه سبو کار بادگاه که پاتیم گرایی بشه که بابا رو برباد با من دادی خب کم بود خیلی من اتاق کردم بیادر خب بخیر و سلامت باشی خداوند در خواه در کار در بار در جان مالتون برکت بده خداحافظ بخیر باشی خداحافظ بخیر باشی خب دوستا این طرف هم دیگه اینمی پر جمع و جوش است اینمی ازدحام است و سرای شمالی خیلی مشهور است دوستا گفتم کسایی که در خارج هستن در اروپا و امریکا و کانادا هستن طبعا قبلا که جا بودن حتما در این سرای شمالی 100% آمدن ببینید نام خدا محترم است این طرف که طرف اگر اشتباه نکنم طرف خیرخانه میره و این طرف مقابل من هیچ شکل که است میره طرف لیسه مریم و خشتوکی که طرف بالا و همچنان این طرف عقب مکه است میره طرف شهر و شهر نو و امی طرف ها و اما طرف دست چپ مکه است طرف تپه این طرف ها میرسه به کوته سنگی کوته سنگی خب میفهمید که باز از اون بالاترش به کدام طرف میره خب باشه یک فرترک اگیر کردیم سلام علیک در رفیق بیا یا گپ بزنیم موتی بیا فرترک گپ نسلم رای با خب خیر بریم دوستا در اینجا کس خب بسیار چیزها را دیده میگه گپ بزنیم بجای دوپاک چطور در اینجا آوردید اینجا ببینیم دوستا سلام علیک رئیس سلام خوب هستی؟ پیش میره که من کس خیرت ما میرم بیا روی موسمین تا ببینیم بخیر هستی؟ سلامت باش خوب هستی؟ خوب هستی پلاس خوب میگذن کار و بار زندگی والا دم غنیمت است لالا جان دم غنیمت جان شکر است خب همین چیزایی که خودت آوردی اینجا چطور است تاریخ داره 5 ماه 6 ماه که نمش تاریخ داره تاریخش پیدا شده نیست یا تاریخش کم مونده فهمیدیم بفروشیم اون 2014 2013 تا 2014 تا 2024 8 تا داره جانا وقت زیاد است دیگه تقریبا وقتش مونده وقت نامش بد میکنن میگن بعد تا بازار تاریخ شده نامش یک تا چه کار کدامش 5 ماه 4 ماه 6 ماه تاریخ داره لالا و آخر ما خب مالندار که تاریخ نداره نه سودای طبیعت خیر است باز ما شما گپ میزنیم دیدن دوستا در این موافقه نمونه تاریخ داشت تا 2024 8 6 ایجادیت صحیح بود دیگه اون که میگن تاریخش کلش تیر است یا از یک نبود که ما دیدم خیر والله ما مسئول کار است ما هم تو خدا میکشیم بریم اون طرف اما تو دور میخوریم دیگه اینجا نام خدا خیلی ازدحام است خیلی گریبار است شهر و بازار نام خدا خوب پر جمع و جوش است خوب نام خدا کار و بار اینجا دوستای ما است دیگه امید دارم که به همین شکل خداوند خیر و برکت بندازه در کار و بار هم وطنهای ما
در عزیزای ما و شما که کار میکنن، اشتغال زایی میکنن در هوای گرم، در هوای سرد. حالا میفهمید که زمستان است، اما الحمدلله گفته نمونه عوام خیلی معتدل است، خیلی خوب است. خود دوستا باز آمده می طرف در سر لیمو و مرچ. لیمو مرچ بیا کسی بیا در ما گپ بزنیم چند دقیقه. سلام علیکم. و علیکم سلام. خوب هستی؟ صحتت خوب است؟ بخیر. زنده باشی، سلامت. چطور بازار لیمو لالایتان؟ والله خوب است. کیلوی چند است لیمو؟ کیلوی 40 برقم است. کدامش 40 است کدامش 30؟ اینی 40 بس امید کیلوی 30 این 40 کران کیلوی 20 برقم گدوات. ما بچش لیمو را گفتم فکر کردم نام خدای استقاق قشوخ قدر شوف خو خیر. از کدام وطن ولایت ما شماست؟ از پاکستان هم از هر جای میاد دیگه. از پاکستان؟ مقصد ما شما جلال آبادیش هم داریم. آفرین. درست نه؟ این باز نگیره خیر است موضوع نیستیم. خب مرچ چطور است؟ مرچ هم خوبش از پاکستانی سومی کیلو 40 رقم است. باش که دوستان تجربه ما بر شما ثابت کنم. خب رنگ یکیش روشن است، رنگ یکیش تاریک است. او دیگه است کارهای خداوند است میشه. خب است باستانش کدامش است؟ اینا بگو برام. سیاست. اینا خلاص دیگه نه. ما میگم کارهای خداوند تو بنوز و کار بندیش نیست. ما میگم بر دوستا بگم هیچ که روشن است قشتون نیست نه. هیچ که تاریک است. این شیرین است و هیچ که است که سیاست گفته برادر ما ایره باستان دسته. اینا باش که تجربه تون زیاد شوانه دیر میبینه. نگات پیش سرطبیب چی میره پیش سرگذشت برو اما ترسنی کرم چه قسم از کرم دانی چنده؟ کیلوی 20 بتونه. کیلوی 20 روپه چقدر ارزان. یک دوستا برای گلپی را که زیاد علی دوستای ما دوست دارن و علاقمند خاصش هستن تا امروز گلپی اینی دانه نباشه باز خوردن چیزا مشکله. چطور؟ والا راست. اما طرف بیزنس خوردن نمیشه مشکل است. شروع کردن چیزا خوردن میشه. آفرین. خب امروز شو بود فروشات باز. والا خوب است دیگه. خوب است شکر. خب چند مفاد کردیم امروز؟ نه خوب است دیگه 300 دیگه تو میشه. خب برو شکر. خب نام خدا کنیم جمع. خب کی امروز ما گپ میزنه دی بین؟ رئیس امروز ما گپ زد. بیا خود بکن چوبک هم گرفتیم کلا گیره تو لط میکنی. بیا دیگه ایجاد بیا که یک گپ بزنیم ما تو. دوستا یک لبخند واسه میجا تشکر ما میگیره. چوبک گرفتم میار که از گیرش میاد در سر میزنه. ما اینا تو شاید چوپان بشه در این منطقه. خب خیر. لالا که ما خوب است؟ شکر. صحتت خوب؟ شکر بخیر. شکر. چی میکنی لالا خان؟ کار میکنی؟ نامکت؟ اکرام الدین جان. کار میکنی؟ آفرین. چطور کردی امروز کاربار شد؟ نشد. خودتون باز کار کردن میتونی کراچی؟ چند سال هستی؟ 11 ساله. مکتب چطور؟ مکتب میخونی؟ سنف چند هستی مکتب؟ امسال 7 شده. سنف 7. نام خدا دوستایم غیرت شیربچه افغان در سن 11 سالگی کراچی گرفته. خب معلوم دار کس نه که وزنش هم چیزی که سبک باشه خودش میگیره نه. وقتی که زیاد باشه رنگ باشه باز دیگه مجبور است کراچی بانه. بازو وزن زیاد اکرام جان خودت خود میتونی؟ والله جالب است دوستا. آفرین غیرت شیربچه افغان بگو بازم که با این سن سال درس هم میخونه، کار هم میکنه و کارهای خانه هم ورسره. کارهای خانه دبن سر دست دیگه. دقیقای دقیقه بانه گپ بزنه دیگه شما ایره آزاد داره باز که صوتایی را میزنه. تو بیا اینجا صوت والا. بیا دیگه اینجا. فکر مدیر جان امروز کاربار نشد؟ نه. خیر باشه دیگه دوستایی که بیننده هستن در خارج هستن این طرف هستن و یعنی در کردن ازی فهمیدن ازی و عزم کردن ازی گپ خیلی ثقیل است. خودت هم میفهمین دیگه. خب روز باشه که بخیر جوانی نوجوانان نوحالای وطن بخیر بجای کار درس پیش بگیرن، تعلیم پیش بگیرن تا بتونن در آینده وطن یک کار شوند. خود رام جان وقت نمیگیرم از چهار طرف من بیچاره زدم میگه که صوتم میزنه که سرش زدم میره. خوب است بیادر اکرام جان خداوند پشت و پناهت باشه. بخیر باشی. برای خوب هستی؟ جانک جور تو در سر طبله ور میزنی. بابا یه مادر من من میرن بچه‌ها. جان من میدانم. کی میزنه؟ بچه‌ها. چرا؟ میرن بچه‌ها بالا. حتما نمی میزنی تا. کاکا. صوتاگه داده شستمه که در سرش میزنه. خودت ماشاءالله کلان آره بگو شب بریم باشیم گوشه بریم.
ماشاءالله بیا پولی طرفی صبح شو نام خدا خود تاثیر بده خب کلان است چطور خودت هم میزنن کاکا من نصیبه کی نبرایم کشمک میدانم خب پیش کمره گوشش خطر خب کشمک حسن میدانم میزنم دلیلش پرسون نمیکنی چرا کشمک میدانم خب میگم تال پرسون نکردی که چرا میکارم میکنن میدانم ولدی وی وحی میادم کاکا بوتی گولی هتی کی ولی و نوزا تو کنی دی ولی من کنم میگم ولی خب فهمیدم خب خدا نستایشون کنم جنده است کور بودا تم خدخه ما سر لارا و کورورا خود دوستا شما گوشش دیگه رفیق نام خدا یگار است دوستا ما نمیمانند برنامه خدا بگیریم دیگه نام خدا ازدحام زیاد است بری بارک است آمده در بازار میوه این قسمت دوستا بازار میوه است و نام خدا خطرکار نه طرف که میریم سایه وار ما را تعقیب میکنن خب بریم دوستای طرف یک چند دقیقه بانجان استیای کجا هست ای بانجان استیا صاحبش نیست بانجان استیا صاحبش نیست دوری ما را میگه نمی کراچی از شما باشه گپ نمیزنم خب بریم سر بازار میوه گدر سلام علیک از کی است میوه کیوی بیا در نه تو کارا بیا که چند خموش ما گپ بزنیم کیوی را ببینید چهار پنج دانه خب پیوسته است نه چه قسم کیوی است کیوی را که ما دیده بودیم کیوی خب به این شکل یک دانه می باشه اما اینجا مثل که از پاکستان طبعا از پاکستان باشه میبینید دوستا یک شکل مختلف جالب داره دیگه صاحبش هم نیست اینجا خیر باشه امروز کاکا جان ما گپ میزنیم این مردم ها مچیم که میترسن شده سلام علیکم خوب است جور هستی چی گپ بچه کاکا نمی اولاد کار چیز نمیگه نام خدا یا کلشان آرامی چی حلالی نه یا پیش از پدر و پیش از مادر است قید نکنی چرا نه قید نیست بابا نه نه اول چه دیگه جور هستم چرا خیر ان شکر فدا همه تو آقا جان خواهش میکنم خواهش از کاکا جان برابر مستی سلامت باشین بزرگ ماستین نام خدا تفکراتون خیر شوخ هستن ما را خود سبت برنامه نمیمونن یکیش بود این سوتا را گرفته چوبه که میار کسی میاد در سرش در گردنش در دستش میزنه حالا ما پیسه با تو چی گفتم بله سابقه که بود ما از پیش ریسافه ترش نمیتونستیم آره سر ریسافه این مردم ها جمع نمیگره میگه تو کی هستی حالا فهمیدی دیگه این گپ هست دیگه خود دنیا باخره بله هر کس از بین نام خدا 3 تا 4 تا و بیشتر از او قتل دارن اما میگن که بوگشون میگه روسی زیر خدا میته و زمین نه تربیتش هم مشکل است بله گپ اساسی هم است نی آمدی که تربیت یک میگه یک اولاد کلان کردن که تربیت میخواد بله یعنی خیلی گپ کلان است نام خدا تک شوخی میکنن دیگه میگه در شهر بازار به این حالت از دوستا اینا روانه که کار بکنه بیرون میره شوخی میکنن سندازی میکنن دیگه یعنی کل از حالت چی است از بیسوادی ماست تمام اولادای ما درس نمیخونن بیادر در مکتب نیستن بیادر این حالت هست متاسفم بله حالات خوب اشکال چه میکنی دقیقا اشکال نبود اشکال در خدا روزی میتن بدون شک خیلی کاکا جان همین فکر آدم آرام باشه زندگی آرام داشته باشه که خدا مهربان است میرسانه دیگه یک طفل کلان کردن یک شهر آباد کردن است اما متاسفانه کسی که بفهمه هر ساله که شد تحویل جامعه میتنش نمیگه که تربیت چطور میشه آینده چطور میشه چهار تا پلاستیک در دستش میدم میگه برو پلاستیک سوی متاسفانه خب خدا مهربان است روزی رسان است دیگه اما باز مشکل است به این شکل اون شای بچگاه که گرفتن بله پلاستیک مفروخت این بالا کردن در لنجر جنبرک خود به وای لاگت خود از پیشان گروه خیست آمد این اگه میمونه این خود طرق میشه بله والا چی بگیم دیگه خب چطور از بازار سیب کاکا جان الحمدلله شکر ناشکری نمیکنم خداوند شکر چیزی که خداوند مقرر کرده از اون کم میتونه زیاد به شک سیب کجاست کاکا جان یا سیبای دره شکردره است بسیار خوب خاطرک مال اجازه میدی باشه بخیر در کمره نمین ها سرخ و سفید از شکردره زرد
دیگه کن سه بشه که داره تو دیگه کن سه بای میدان است سنیور یا از میدان است آه. و یا شکردره یا شکر سرخ هم شکردره است آه یا بس داره شکر داره دری شکردره قیمت کدامش قیمت چیز یک بالاتر است این سه بای زک کس همیشه قیمت است خب بسیار خوب با خرید ما قیمت است با فروش ما یعنی ما بسیار که بگیریم پاکت یک 20 روپیه والا ما نمیگیریم یه میلیون 230 بخریدیم 250 مفروش و این دیگه کالا 125 خریدیم 150 مفروش خوب است ما گفتن اما دوستا اجازه که کجا نمی جایدانیش بگیرم برای نه انشالله کسی بسیار خوبش از باش که نام خدا قسم بسته بندی شده خواه خیر او دیگه خیلی کلان بود دوستا نبر آمد از جای خود سیب زرد وطن خود ما و شما الحمدلله وطن ما و شما خود خواست کل چیز داریم با جز از صنعت و بعض چیزای دیگه اما از لحاظ میوه و خوراکی دیگه خوب است خدا الحمدلله این سیب در بازار که میرسد از انسان باز میره نگان طرفانی آه میال فعلا سه هم من میرم پاکستان باز اوجا چند فروخته میشه خدا میفهم بگوی شده با شما گفتن خیلی ارزان است نه خیلی ارزان تو تکسیب خوبش و شیرین مزه داره اونگه کات 280 280 280 150 دیگه دوستا نام خدا بازار خوب جمع جوش است دیگه تشکر که خیر از خودت سلامت باشی خداوند در کار با برکت بده زنده باشی سلامت باشی بخیر باشی خدا حافظ دوستا اومدیم در قسمت کیش زیاد نان فروخته میشه سر کراچی ببینیم که این نان با نانایی که در نانوایی است چی تفاوت داره چی فرق داره از لحاظ قیمت و کیفیت چیزا فرق داره کدام گپ و سخن دیگه است سلام علیکم سلام علیکم. خوب است ان شاء الله تشکر. صحتت خوب است بخیر باشی. سلامت باشی من امروز دوستا گپ شریک کردم گفتم که این نان تا نان که در نانوایی است که تفاوت داره که حساب کتاب دیگه داره چطور گپ است نه چند تفاوت نداره صرف این یک ذره نان سرد است و نان گرم می باشد وزنش هم یک وزن این ارزان‌تر فروخته این میشه ارزان است بله درست. بله این ارزان یا دانی چند است این 7 دانه 100 روپه میشه دانه 14 روپه 7 دانه 100 روپه اما در بازار دانه 20 روپه است در بازار دانه 20 روپه است دنم بایی بله گرم میشه و یک قسم نان دیگه است نان ازبکی میگن چی میگن انی او هم است بله آی دنومبوی خاصه پخته میشه و دنومبوی های گرده پخته میشه بس کدوم مشکل دیگه باز دو تا این خواهد طبعا میمونه بر صبح و دیگه صبح چند روز ساعت بانده نمیمونه نه نه از این نان 2 بجه است تا شام انشالله خلاص میشه بسیار خوب خداوند برکت بندازه خیر باشی سلامت باشی مردم معلوم داریم کسایی که دیگه کسب کار هستن این مردم ها در اقتصاد پایین‌تر همیا میبرن بله چطور از باز دیگه که دانی 4 باب میفروشین بعد خودت میمونه نمیمونه خوب است دیگه شکر خرج میبره ما شما این شکر شکار داریم میشه انشالله خدا کار پر برکت بخیر باشی سلامت باشی بخیر باشی بریم دوستا این طرف خواهی نان بازار نان دیگه پاس زیاد است دیگه دوستا بری باره که گپا اونمو بری باره سابق قاره است دیگه بسیار بری باره است دیگه سین نام خدای طرف یمی راسته کارش گمی نان فروش ها و نانا است که برادر ما گفت کسان بایی میگیرن میارن دیشه که کسایی می کسب کارا هستن کارگرا هستن چون چند پی اقتصادی تر تمام میشه مردم به خاطر میان از اینجا میگیرن اگر نه خود نانبایی است میتونن برن از نانبایی خود بگیرن اما به دلیل اینکه چند افغانی پایین است و نموره غنیمت میشمارن و میان از اینجا میگیرن خب ویم بازار کیک و کلچه و همی چیزا نگار خوب هستی؟ سلام سر باش مرا پول بکردیم بخیر هستی؟ خوب هستی؟ صحت خوب است زنده باشی خوب چیزاکای لذیذ داری روز چند تهدید امروز چای خودت نوش جان میکنی ما خونه میخورم دیگه ای از اندیوال ما از رفیق ما است بر خود داده تصمیم از فعلا پیش اومد خود تمام معلوم داره دیگه بیسکویت از چیز شیرینی که خود ده یک تا دو تایش میخوری دیگه بله کاکائو هم هست بسکویت هم هست کیک هم هست هر چیز خب نه روز چند تا شنبه چای نوش جان میکنی خود دیگه کشتی های بیا یک تا دو تا 5 تا میخوری دیگه نوش جان نوستان از چای زیاد میخورم هوا سرد است نه هوا سرد است سابق هر یک میره یک دو بوتل آبی نوش جان میکرد بالا میکرد حالا این فضل خدا دیگه چای گرم چای کم یک پتوگه که دیگه خوب خوان میکنه منظم قیمتش شده در بازار چی شده یا مو قیمته داره پس قیمتش کلش داره کلش داره پس در دانه از یک روپه 2 روپه داره
ما تاکسی بردار ما را بگویم که بایک بیاره بیار پر کنیم دیگه نمیشه در افغانیگی است بایک پر کنه از پیشت بگیریم دیگه در خدمت هستیم. بخیر سلامت سلامت باشی. خداوند خیر و برکت بده در کارگارت بخیر باشی سلامت باشی دوستا آمدیم بازم سر چیزی که بسیار دوستا خوش دارن علاقمند خاصش هستن چیز هست که از ولایت لغمان ما و شما تحفه میه بر ما و شما سلام علیکم علیکم سلام. بخیر خوب است ان سلامت. صحت خوب است زنده باشید. زنده باشی والله قند خوب گپ زدم منی ذات علاقمند داره زیاد علاقمند داره گلپیک بسیار خوب چیز است. بسیار خوب چیز است دانی چند کردید گوش داره دانه 20 روبه. دانی 20 روپه همین سیزن از این فصل از چه وقت است می زمستان است دیگه می نو که زمستان میاد و خیر دیگه می گلپی دیگه خوب سیزنش هست خوب گلپی ها میاد. گل پی خوب نام داره گل پی بازی از بس که قدر گل است دوستای ما گفتم بسیار دوست دارم خب دانی چند است گفتی یارا دانه 20 روبه مفروشیم. دانه 20 روپه چند وقت پیش دوستا یک مخابه کلانش دانه 10 روپه لیلام بوده سیزن است دیگه سیزن است یکی کار مارکت است مارکت یک دو دردان یک دو قیمت اگر دان بود دردان مفروشیم قیمت بود قیمت مفروشیم. یا گلپی بیشتر از چند روز بانه که باز لککای سیاه میگیره کل روش یعنی خراب میکنه خدا در سرش یک چیز اوار باشه خراب نمیکنه خدا ها اگر هوا برسه شود می ظرف 24 ساعت دیگه خراب میکنه خدا دوستان بزرگسالیش سرش سیاه میگردنی خدا خراب میکنه باز کسکش نمیکنه دیگه اگر انت یگان کمپل چیز باشه در سرش هیچ خدا خراب نمیکنه دو روز سه روز یک هفته باشه خراب نمیشه. کسایی که دوستا گلپی را خریده که خانیتان که بود میخواستین شب نشه بر صبح چاش پختگین کمپلک دورش بده مو رقم کنم خراب نکنه خدا خراب نمیشه دیگه رقم باز. خب خانه باز کجا است خانه کوتل شریف. کوتل شریف بسیار خوب مزار شریف شنیده بودیم کابل شریف شنیده بودیم کوتل شریف نشنیده بودیم این از دیمی وقتا وقت کوتل شریف شده دیگه به خاطر سرک جور شده دیگه کوتل شریف شده قدرش از سرکش بالا بود شریف شد خب بسیار خوب در کار بود برکت الله کنه سلامت باشی زنده باشی بخیر باشی و چبلق بود سرپویی چیزی که بر از مثال زیاد خریداری میکنن میگن که نرم است و کسایی که از قریجات و از امی دهات طرفا میان بیشتر خریداریشان از امی چیزا است باش که ببرم خلاص یک ما نمیخوایم خدا نخواسته به کسی مزاحمت بکنیم ما کس به کارشون شویم کار خدا بکنه تا وقت شما یک دیدار بکنین اینی بوتکای است که اگر اشتباه نکنم ساخت وطن است در وطن خود ما و شما ساخته میشه و در منطقه بیشتر کجا طرف پلچرخی بیا ساخته میشه بازم خودشان بیا بخیر از خودت استاد نه سلام علیکم سلام داره خوب است خوب ان شاء الله بخیر هستی زنده باشی سلامت کی هستم بیادر کرافی ادم لالای ماست ما منشی منطقه اسم بایست نماینده است قوزه و نایا بسیار خوب بس این اصل نفر به پیدا کردیم بیشتر یک بیادر می شکایت کرد ما این طرف که میریم ما را نمیمانه نگان دفعه این طرف سرک ما را میبرن نگان دفعه این طرف دیگه من برشان گفتم که اتهام زیاد دست کرد شد زیاد است نه انجینر صاحب مشکل از خود از یاست اگر یه آدم یک قطار استاد شوند نه یاره دولت کار داره نه یاره هیچ کس کار نداره حالا ترافیک است مثلا خودش دولت است راه که بند شد مجبور مکلف است که راه را اعلام کنه بله اینی بیادر مستا کن از اونست ما صدایش نکنم نمیادم گوشه‌گر با قناعت اسوندم گوشه مال خودم اکثریت از اینه که من جابجایی میکنم مثل کسایی که گور خرماس سودا میکنه از جلال آباد آمد از لغمان آمد اینقدر چشم از یاری قصد که ما رو وادار به این میسوزه که یا پوستر زنگ دیم یا مثلا نایر زنگ دیم که بیا یارو ببره بازی نمی شکایت ها است که سر نایا مثلا بعد میخوره یک کراچی مثلا از ماست 20 کراچی غیر است در این نام نماینده بعد میشه میگن نماینده ولی از 20 روپا میخوره 50 روپا میخوره ایره در کف سرک میمونه در صورت کیش گپ نیستم برادر بگو چقدر نماینده خدمت میکنه شما چند میتن زنتون طلاق شما چند میتن برای زمین نماینده در صورتی که مثلا لولن شخصا خودم هستم برای کل از خدمت میکنم و مجاهدین هم هستم خیر بینی من ایسازی که دولت هم نامبد میشه مجاهدین هم نامبد میشه یک تا مردارخور 100 تا دیگر خراب میکنه یک نفر به عقل 100 تا نفر به عقل بدن خراب میکنه دیگه ما دولت خود پشمند هستیم که این مردم غریب مسکین زمستان است اگر ما قدر نماینده کل اینا چتال فکر نکنن دلسوز از وام تو دلسوزی کو طبق کرا چیز کراس کرای تا میته اگر میو بدن میشه جابجایی چیز ضرورت است که جبه که ترافیک هم سر ما بگویا مگم چون که ما مجاهدین هستیم ترافیک هم قدم هم کار از دورش نمیکشه مگه این خب با واقعا دی گوشه‌گر استاد است بله نام خدا کم نیست قدر کراچی است گفتم کار ما اینا میاره
60 کراچی برجسته دارم که ماه مثلا کرایه میداد تطبیق کرایه شده بود و در غیر از که نفر ناق بود فعلا همین مردم ما کلش بجای شده کلش بجای است خوی زمستان است که خونه کسایی که یعنی برادر نمیره مرده داره از روی مجبوریت تالمندی کسانان نداره که دموج نان میکرد یا میرم خود روسی مرده داره دفاتیاش هم نرفته مجبور است که یک 5 تا شرفته ببره و مطابق از این لاکها نفر دیگه پچق میکنیم میگه برادر مزدقمان آمدیم تو مسلمان نیستی یک سیاست نلکه قلب شاورش بند است گریان کتی نمیجا برادر گفت اینجا خو ایران نیست ایران بریم ایران میزنه ما را پاکستان ما را کشیده اونجا یک بیادر دیگه مسئله رو سر ما آورده بود در افغانستان خودم هم نمیمانه خواهر بود گفتین بله چی مشکل داشت؟ شاورش روی کرچوان است نلکه قلب شاورش بند است خونه طبق از که گفتم بجای استاد میکنن پاکاری کرد حتی گریان کرد گفت از جایی که منظم رفتم اون دو گوشه یک جابجاش کردم گفتم برو همشیره خیر دولت ما مقدر ظالم نیست خب اگر یا فکر کو که مثلا اینجا استاد میکنیم اینجا تا بالاخره یک سرک بند میشه دچار مشکلات مقاومت تیر میشه این سرک میبینی که مثلا نجدم است یوم است بله یا دیگه اینو نه دولت ما مقصر از مردم ما کشن است مقصر نیست بله دیگه هم زمین سر آسمان دو باید یک کوشش بر انجام شود دلسوزانه که مردم غریب است بیچاره است والا ما قسمش هم میخورم اکثریت از این یالا در خانهشان بخاری و چری ندارن درک میکنیم اما مترس و این ریز شکارم سعی که بچه قدر دچار مشکلات والا در 10,000 پا میاره طفلشان جور شود خب خیر باشه دیگه خداوند رحم کنه بالای همه ما و شما بالای وطن ما و شما رحم کنم انجینر صاحب باید رحم خود ما و شما باشه طبعا اگر ما مثلا کسی را اینجا ملامت کنیم خود ما تو دشمن در پولی خود ما توست خیری بید ما تو سر یکی دیگه خود را هم نکنیم کسی دیگه را هم میکنه هرگز خداوند خودم خیر بده منشی صاحب دیجا زحمت میکشی کار میکنی نظم مرات میکنی برایشان در این کلان گپ است باشه چی خدمت میمون باشه زنده باشید سلامت بخیر باشید بخش اخیر برنامه ناگزیر از دور شما دوستای عزیز خداحافظی بکنیم و تا برنامه بعد که ما و همکار از خود خدمت شما عزیزا قرار میگیرم شما را به مو خالق یکتا و به همتا میسپارم الله حافظ و ناصر شما بدرود